السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران، مادران و برادران، خواهران عزیز، همه شما را به این روز سعید جمعه تبریک و مبارکباد میگویم و از درگاه الهی دعا میکنیم که هر غریبه و هر مسافر چه آرزوهایی دارد پروردگار به آرزوهایش برساند و این قصه را تا آخر گوش کنید برادران عزیز و به دیگران رسانید. روز یک مرد به راه میگذشت و دید که 4 جوان نشستند و با هم صحبت میکردند و این مرد به نزدشان رفت و گفت: ای جوانان عزیز، من برایتان یک سوال دارم. و 4 جوان گفتند: چی سوال است؟ و این مرد گفت: سخت‌ترین درد کدام درد است برای هر یک انسان؟ و این جوان ها جواب دادند: یکی گفت عاشقی، یکی گفت تنهایی و یکی گفت دلتنگی و دیگری گفت فقیری. اما هیچ کسی نگفت پیر شدن پدر و مادر است. پیر شدن پدر و مادر برای هر یک مرد مسلمان این یک درد هست، چون که پدر و مادر از همه نعمت های بهترین برای همه ما می باشد که به هیچ در زیر قدم پدران و مادران است. برادران عزیز، هر جایی که باشید، خود در غریبی هستید خود در وطن، پدران و مادران خود را به مثل گوهر چشم نگه دارید. زندگی به پدر و مادر زندگی نیست. زن و فرزند و مال هر وقتی خواهید می شود، اما پدر و مادر نه. چون که پدر و مادر تو را با چنین زحمت ها کلان میکنند و به وایه میرسانند و تو امروز کلان میشوی و از حال آنها بیخبر میشوی، یعنی که فراموش میکنی برادران عزیز. به خاطر چی؟ به خاطر که در غریبی هستیم، یعنی که از پای رزق روزی زندگی هستیم. با همین سبب از حال پدران مادران خوب بیخبر میشویم. و در آخر ویدیو برادران عزیز همین رو گفتنی هستم که امروز روز جمعه هست. بگذار هر یک شما زنگ زنید و از حال پدران مادران عزیز و مهربان خود با خبر باشید و چه آرزوهایی که دارن پدران مادران ما جامعه عمل بپوشند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند نگهبان همه مردم غریب باشد.